اینجا دوشنبه. گفتاری ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. شنوندگان عزتمند، چندی پیش ما قسمی اولی رادیو انتینیروفکا را از روی رمان نویسنده مردمی تاجیکستان جلال اکرامی دختری آتش شنوانیده بودیم. قسمی یکم با حمله آوردن حیدرقل به غنی جان بای، وفات کردن دلارام کنیز و یتیم ماندن فیروزه به آخر رسیده بود. حالا دوامی رادیو انتینیروفکا را شنوید. در بدری، گفتاری دویم. میرشبخانه بخارا. عبدالرحیم میرشب خیلی پریشان حال و آتشین با آقسقال گذر عبدالله خواجه نصرت الله آقسقال درباره کارت خوردن غنی جان بای گپ زده می نشست. چند روز پیش از این آدمی غنی جان بای را کشته رفتند. شبی گذشته باشد با خود غنی جان بای کارت زدند. خیریت که در بغل بای زله بوده است و کارت خطا خورده است. نباشد راست دلش را نشان کرده بوده است. در گذرهای ما یگان کسی ناخلف نبود دکتر با. این لعنتی حیدرقل از کجا پیدا شده باشد؟ باید آدمهای شما دانند. آدمهای من اگر می دانستند من از شما مصلحت نمی پرسیدم. همینطور است که خدمتگارهای خود بای با این کار هم دست نباشند. نیه با گمانم آدمهای بای آن خیلنی. یکیش غلامی خانزادی خود بای جان سپار و چونان ساده که از دست وی این خیل کارها نمی آید. این عبدالله باشد خودش خوجین و از آن درگاه نقصتر جای را در دو دنیا هم نمی یابد. تقصیر خیر، باز یگان خدمتگاری دیگر ندارد. نه. استید که در شبی توی بسری آتشتان یک مرد که بیگانه کار کرده گشته بوده است. ندانستید کی بوده است؟ نه تقصیر وی نه. وی همون شب خوب کار کرده، دیگو طبقها را گنداشته، شسته تازه کرده، بعد از من حق خودش را گرفته اولی پگاه برآمده رفت. همان مردک را هم یافتن لازم. شما حاضر رفتم از آدمان او را می شناختگی سراغ و پی کرده به ما خبر دهید. افسوس که یگانه آدمی او را می دانستگی بود که حاضر وی هم نیست. تقصیر کی بود وی؟ وی دلارام کنیز. من آن مردک را در خانه دلارام کنیز دیده بودم. خیش پدری فیروزه گفته بود. خیر، فیروزه چی شد؟ فیروزه هم نیست. چی؟ فیروزه کجا شد؟ تقصیر ما مرده کمپرکت آره شده از قبرستان گشته آمدیم که جا هست و جاگاه نیست. فیروزه را تقصیر خودی من دور از باز جستجو میکنم. شما هم یک للی بیکاره بودید. آفقال در گذر خودتان از زیر بغل خودتان چیز و چاره هایتان را گرفته میبرند و شما بیخبر. فیروزه را کی برده است؟ من از یک تا دوتا آدم ها شبه کرده پرسیدم، مثلا چنانچه از همسایه های نزدیکشان، از احمد جان مشکاب. اما هزار افسوس که آنها هم از هیچ چیز خبر ندارند. لیکن تقصیر
ناصر، من این کار را همین طور پرتافته نمیمانم. من از کجا هم نباشد فیروزه را مییابم. آخر از روی شریعت. از روی شریعت وحی به شما نیه، به غنی جان بای میرسد. لیکن برای تردد کرده یافتنتان شما هم بی نصیبه نمیمانید. کلو تخصبا. خیر، اکنون شما رفته درکی فیروزه را یابید. خب همان مرده که آشپز را هم جستجو کنید. بسیار خوب دستر. خیر. خبر مردن دلارام کنیز و غیب شدن فیروزه خاطری غنی جانبای را هم خیلی پریشان کرد. در قطار آقسقال و میرشب غنی جانبای هم مرگ کمپیر را میپایید که به فیروزه قیمتتر از الماس صاحب شود. بای باسا فرمود که رفته به دروازه دلارام کمپیر قلف زده بیاید و کلیدش را به عبدالله دهد. بیگاهی وقتی که اهل گذر نماز عصر را خوانده خانه به خانه رفتند، امام صوفی را جیغ زد و به حولیش درآمد. عصا به چشم کسی ننموده از نزد مسجد گذشت و خود را به حولی دلارام خاله رساند. هم خانه، هم وضعیت و هم تاریکی وزنین آن حولی و آن خانه از بی کسی، از غریبی، از اندوه و غم حکایت می کردند. دلی عصا پر شده گریه گلوگیرش کرده بود. می خواست که داد گفته ناله کند، دلش را خالی کرده گیرد، ولی در این دم گشاده شدن دروازه را شنید و برگشته نظر کرده دید که احمد جان مشکاب آمده است. آنها به خانه در آمدند. چیزهای خانه چخیلی که در وقت بودن صاحبان خانه بود همان طور می ایستاد. ممک، فیروزه در کجا؟ احمد جان به این سوال جوابی نداده پیلسوز را به لب پایگاه گذاشت و بر روی فرش خانه نشست و پیچیر پیچیر کرده کیمچه را خواند و دست به دعا برداشت. عصا نیز سری دو پا نشست و دست برداشت. احمد جان بر ارواح کمپیر رحمت خدا را خواند و آمین گفت. نقص کردی که بیگاه جمعه آمدی، ارواح خدا رحمتی خرسند می شود. امک جان، فیروزه کنی؟ فیروزه را تو می دانی؟ من کمپیر را به خاک سپرده از سر گورستان آمدم که فیروزه نیست. وای کجا می رود؟ نخواد که به دست ناخلفان افتاده باشد. نمیدانم. ای وای، ای داد. تو اگر ارواح کمپیر را حرمت میکرده باشی و در دلت مهر فیروزه باشد، باید کمتر وزنین شوی. هیچ فکر کردی که پس از چشم پوشیدن دلارام خاله به سر نبیره بی کسی وی چی روزها می آید؟ نه، در این باره ها اگر فکر میکردی در وقت حیات بودن کمپیر فیروزه را میخواستی. من گمان نداشتم که دلارام خاله به این زودی از دنیا چشم می پوشد. به فیروزه هم آقسقال گذر، هم بای، هم دیگرها چشم دوخته منتظر مردن کمپیر بودند. این را من میدانستم و بنابران فیروزه را به حولی خواهر عروس هم برده پنهان کردم. صدقه شما شوم. من از دلم گذرانیده بودم.
من میدانستم. من باوری داشتم که شما فیروزه را پناه شده اید. در این هنگام کسی دروازه حولی را آهسته گشاده در آمد و دروازه را از درون زنجیر کرد. آنها در حال شناختند. آن کس حیدرقل بود. سلام برادران. و علیکم السلام. حیدرقل از بغلش یک شم برآورده درگراند و برده به یکی از تاقچه های پیشگاه خانه چسبانده ماند و بعد رو به قبله نشسته چیزی خواند و آمین گفت. نخواد که همین قدر بی احتیاطی میکنید. چی شده است؟ امشب بیگاه جمعه خواستم که به اینجا آمده خانه تاریک مانده خدا رحمتی را شم گرانده روشن نموده و دعای فاتحه کنم. اما آمده ایستاده فکر میکردم که چطور به هیچ کس نفهمانده به حولی میدر آمده باشم. شاید بای به دروازه قلف زده ماندگیست. نه، آمده تیلدی هم کشاده شد. خیریت که در کوچه جانزادی نمی نماید. اما حیدرقل هم مثل عصا و احمد جان این دفعه سهو کرده بودند. در کوچه حقیقتا در نظر اول کسی نمی نمود، لیکن اگر نظری تیزبین می شد می دید که کوچه از غیر خالی نبود. امام مسجد در پس دروازه حولی خودش که از حولی دلارام کنیز 15-20 قدم آن طرفتر بود از راغ در نگاه کرده می استاد. صوفی به پس سنگ توده و اخلاط که در آن قریبی بود لنده شده خواب می کرد و هر راه گذر را خوب سینچه کرده می دید و خصوصا آنهایی را که به حولی کمپیر نزدیک می شدند. آنها به حولی در آمدن عصا، احمد جان و حیدرقل را دیدند و هر دو به حولی آقسقال دویده رفتند که این حال را خبر دهند. اما در حولیچه دلارام کنیز 3 نفر نزدیکان و دوستان مرحوم خانه تاریک او را روشن کرده با هم صحبت می کردند. حیدرقل نمود خود را برای اینکه او را نشناسند تغییر داده بود. اجلی بای نرسیده بوده است. نباشد از ضربه کاردی من خلاص شده زنده ماندنش ممکن نبود. خیر، این دفعه از من خلاص شده نمیتواند. در کجا زندگی میکنید؟ در قماربازخانه. خیریت که در وقتش قماربازی کرده بودیم. امروز کار آمد. گاه میبرم گاه بای میدهم، گاه چوتل خور میشوم و خدمتی قماربازها را میکنم. هیچ کس از من گمانی بدی نمیبرد. به هر حال از آدمانی مرشب هوشیار باشید. در بین قماربازها هم بسیارتر آدمانی مرشب و قاضی کلان هستند. گپتان راست. قماربازها هم هر خل میشوند. خیر، رفتیم نباشد. خیر مک جان. خیر. حیدرقل یک خیز زده بدک دروازه رفت و زود به خانه برگشت و با نیم صدا گفت: آدمانی مرشب آمدند. هیچ باکی نه. حاضر من از بام به خودم راه میابم. شما نترسیده دروازه را گشایید گویید که برای به ارواح کمپیر فاتحه خواندن آمده اید و از من خبری ندارید و به اینجا پای و قدمی من نرسیده است. خیر، تا دیداری نو. خیر. حیدرقل این را گفت و یک خیز کرده خودش را به بام آشخانه و از آنجا به بام همسایه گرفت و از نظر پنهان گشت. احمد جان مشکا و عصا ترسان و لرزان برآمده دروازه را گشادند. یک باره به حولی آدمان میرشب در آمده دست هر دوی آنها را بسته به کوچه برآوردند. با یک تش کجا شد؟ دیگر هیچ کس نیست؟ نیت همه جالا کامید. آنها 3 کس بودن. اطاعت. با آدمان میرشب باور نکرده خودی آقسقال هم در آمده همه جای حولی را کافت. به حولی همسایشان هم در آمده کافتند، اما حیدرقل را یافته نتوانستند. لعنت را
لعنتی ها خاطرجم از باشد. دست دادید. خاطرجم باشد آقساقال، ما در پسی با ما هم آدم داریم وی از دست آنها خلاص شده نمیتواند. برارین حالا برید ای تو هست اشتماله دیگر بلالتی کسرا بسم الله الرحمن الرحیم. آدمان میرشب و آقسقال احمد جان و عصا را به میرشب خانه بردند. حیدرقل پس از برآمدنش به بام دانست که دشمن چندان هم نادان نیست که از پس وی به بالای بام کس نماند. بنابر آن زودتر خود را با پس حولی ها به تنگکوچه زیر قلعه که همیشه بیکس و هولانگیز بود گرفتنی شده راهی نزدیک می جست. وی هنوز 2 بام نگذشته بود که از قفایش آدمان میرشب عیان شدند. حیدرقل خود را به پایان به تنگکوچه تاریک زیر قلعه پرتافت. 2 نفر از 2 طرف به او هجوم کردند. حیدرقل آنها را با لغتش از خود دور کرده به سوی قبرستان دوید. شیر بچه ها از وی خیلی قفا ماندند. وی خواست که به درون قبر خالی در آمده پنهان شود، ولی ناگاه فکری به خیالش رسید و به طرفی شهرود تاخته رفت. از درون شهرود راه گشته به هر جا که خواهد رفته می توانست. از چشم میرشب‌ها پنهان شده خود را به شهرود رساند. آهسته شاریده به درون رود فرامد و از زیر حولی ها، کوچه ها و عمارت ها گذشته به درون شهر راه پیمود. آب رود خشک شده جا جا آب لایقه بود و خلاص. هر زمان سرش به سقف می رسید، پایشگاه و به لایقه فرو می رفت، به اخلاط و سنگ های زیر رود پیش پا خورده می افتاد. در اندک فرصت دست و پاهایش خونشار شده مدارش رفتند. پس از خیلی راه گشتن خود را به جای کشاد رود رساند و به ساحل برآمد. ساحل لبی حوض ارباب بود. حیدرقل به کنار حوض رفت و آب نوشید. بعد دست رو و پایهایش را شست. در اطراف کسی نبود. در طرف غربی این حوض بنای مسجد بوده. در شفت مسجد یک مدرسه چه نیز بود. حیدرقل خواست در همین اطراف تا پگاه دم گرفته پگاه به حجرش برگردد، لیکن پایش به زینه لغژانه که حوض لغزید و چپه شده افتاد و سرش به سنگ خورده کفید. یک ناله جان خراشی از گلوی او بیرون شد و مثل مرده خوابیده ماند. در آن دم کسی از ایوان مسجد در دست کوزه به سر حوض آمد. حیدرقل را دیده شناخت. ایشه این حیدرقلی مهیپس کو. های امک حیدرقل، امک حیدرقل، و شما چی شد؟ گپ زنید. آن شخص دویده رفته با 2 نفر دیگر بیرون آمده حیدرقل را برداشته به سوی ایوان مسجد بردند. حیدرقل چشم گشاده خود را در حجره نچندان وسیع دید. در اطراف او 3-4 نفر ملا بچه ها می نشستند. اکا حیدر خیریت چشم را کشادید اکا حیدر. و شما چی شد؟ ما را بسیار هم ترساندید. حیدرقل برای آن مرد سینچه کرده ایستاده به زور شناخت که وی قاری شریف کاردگر است و پیشتر در وقت ماهیپزی کرده گشتن وی آنها پدر و پسر همیشه به دکان وی می رفتند. بعد در بخارا حیدرقل قاری شریف را با رفیقش اکا مخصوم از دست ملا بچه ها که آنها را می زدند خلاص کرده بود. هیچ گپ نی، لغشیده افتادم. امک جان، ما جوره های قاری شریف هستیم. همه امان باشندگان همین مدرسه. از ما هیچ ایبا نکنید. کسی که به بین ما افتد و یا به حجره ما پناه برد به وی باکی نیست. اکا حیدرقل، همه ما کم و بیش سرگذشت شما را می دانیم و به شما غایبانه اخلاصمند می باشیم.
به چی من اخلاصمند میشوید؟ با دلاوری های شما. این مدرسه چه ما را یک قسم از ظریفان و خوشطبعان بخارا غیبت خانه میگویند. باشندگان اینجا اکثر وقت از دست زمانه، از ناحقی، از بیداد و ستمهایی که میشوند شکایت میکنند. به همدیگر درد دل کرده خود را سبک حس میکنند. حیدر قل این سخنها را شنیده از دل میگذراند. نخواد که در بخارا در بین ملا بچه و سله سفیدان همین گونه آدمانی رموز فهم، حق گوی، دانا و مردان رفتار باشند. این شب پس از عذاب و مشقت گریزگی واخوردن به این چند نفر ملانما آدمها چشم او را باز نمود. وی دانست که از اهل زمانه، از مردم بخارا اینقدر نفرت کردن و ناامید شدن ناشایسته است. معلوم می شود که بیشه بیشیر نبوده است. پس حیدرقل خیلی آسوده گشت و سرگذشت آن شبه خود را از اول تا به آخر به آنها گفته داده در آخر علاوه نمود. حالا نمیدانم رفتی کاری من چگونه است. مرا شناختند یعنی میرشب میداند که کشنده سیدی مست و بابای کارزدگی من. نمیدانم که امشب از کجا خبر یافته به حولی کمپیر آمده رسیدند و باز کی را تعقیب میکرده باشند. این را فهمیدن آسان. من از آدمان میرشب فهمیده میگیرم. نباشد من چیکار کنم؟ باز به بیرون شهر برآمده روز شوم یا که به حجره قماربازی روم؟ نه اکا حیدر، نه من شما را به هیچ کجا رفتن نمیمانم. به مهربانی آتان رحمت، لیکن در این جای ایستادنی من هم خوب نی. یک جایی بی خوف و خطر است، لیکن کمتر تشویش دارد. چی؟ کجا بوده است وی؟ لیکن اکا حیدرقل از من نرنجید که من به منفیت شما یک مصلحت بدهم. خواه قبول کنید خواه نکنید اختیارتان. نظر بشنیدم هر کس که به دیوان خانه خواجه اوبانی ها افتد همه از او حذر میکنند و هیچ کس یادی او را نمیکند. چی میشود که اگر ما شما را به بهانه اندک وضعی شده از برده به آنجا مانیم و همیشه از حالتان، از خورد و خوراکتان خبر گرفته استیم، بعد همین که خوف و خطر گذشت و دشمنها خاطر جمع شدن باز رفته کفیل شده براریم. شما نه دیوانگی به شأن اکا حیدرقل نمیزیبد. بعد در بین دیوانه ها آخر نه نخواد که ما خودمون این کس را در همین جا روز کردن نتوانیم. البته من به تکلیف برادرم قاری عثمان راضی. میلش یک چند روز در صحبت دیوانه ها زندگی کردن هم بد نمی شود. لیکن اگر التماس این کمینه را قبول کنید یک عرض داشتم. مرحمت. عرضی من همین که منی کم بغل و بیکس و کوی را به خدمت خودتان قبول کنید. مرا به دیوان خانه چون خدمتگار و یا شناسی از دور آمده یکی از شمایان باید سپارید و پس از آن که از آنجا می برایم دیگر به هیچ جا نمی روم. دیوانه درگاه شما شدن گشتن می گیرم. من همه کارتان را می کنم. به تخانه حجرهتان، به سخلوی مدرسهتان یک بوریا جای دهید می شود. شما اکا حیدر این طور نگویید. ما ملا بچه و قاری بچه بودن کتی صاحب خدمتگار و دو دستگاه نشده ایم. همه ما خدمتگاری خودمان و خدمتگاری هم دیگریم. راست. لیکن درباره استقامت شما باشد تاج سر در حجره هر کدام ما مهمانی عزیز و با حرمت می شوید. رحمت
فقط برای بیخطری خودتان 1 درجه طوفان‌ها را از سر گذراندن لازم می شود. نه، من باید خدمتگار و قراری شما باشم. این از برای کار ضرور. همان شب احمد جان مشکاب و عصا را حبس کرده بودند. احمد جان به عصا گفت که اگر پیش از وی از حبس آزاد شود، فیروزه را به خانه آیمولای تنبور برده ماند، آنجا بی خطرتر است. در حقیقت روز دویم با خواهش بای عصا را آزاد کردند. احمد جان بیچاره باشد در کنده خانه ماند. عصا از حبس آزاد شده راست به حولی احمد جان مشکاب رفته فکر احمد جان را گفت. زن احمد جان این مصلحت را معقول دانسته فیروزه را رستی به خانه آیمولای تنبور برده ماندند. آیمولای تنبور فیروزه را دیده خیلی خرسند شد و او را چون فرزندش قبول کرد. پس از چند روز قاری شریف تا به وقتی شب به پدرش در کارگری یاری داد و بعد 1 کاسه آش پلو را که مادرش برای او کشیده مانده بود به دسترخوانچه پیچانیده به سوی مدرسه‌چه لب حوض ارباب روان شد. شب تاریک بود. در کوچه کلان روندگان کم می نمودند. وی به لب حوض نزدیک شده بود که از تک دالان 1 پس کوچه کسی برآمده از گریبان قاری شریف داشت و گفت: ستیب اکا قاری، خدا چیکار؟ با من چیکار دارید؟ در این وقتی شب در کوچه چیکار میکنید؟ شما پرسندید چیکار کردنی من با شما چی؟ گریبانی من را رها کنید که بعد پشیمان میشوید. رها نکنم چیکار میکنید؟ حاضر تماشا میکنید، مرا تنها گمان نکنید. ای قاری عثمان! قاری عثمان! ای اشرف جان اینجا بیایتان! اداد نگوید. من حاضر کردم مگر مرا نشناختید؟ یه؟ اکا مخصوم؟ یه شمایه بینن ای کارتون پوست شمایه حاضر هم وقت دارد دیه. قاری شریف چی شد تو؟ چرا داد میزنی؟ هیچ گپ نی. اکا مخصوم با من 1 حاصل کرده موندن. همه به حجره در آمدند. قاری شریف، این حجره تو یا ازانی کسی دیگر؟ ازانی من نبوده، ازانی که میشد اکا مخصوم. ازانی یگان آدمی آزاده و خوش‌طبع شده است. کتاب‌ها در جایش، چاینک و پیاله ها از شرک تازه شدند. به این حجره یگان کسی دیگر کجا آمدگی برین؟ در یک دم این دیگرگونی ها را چطور دیده ده؟ دری حجره کشاده شده حیدر قول در آمد و در آنجا آدم بیگانه را دیده 1 بار خود را گم کرد، ولی سیر بای نداده خود را به دیوانگی زد. او بای سبزالی پیاز فروش هم در همین جا گو. من بقالهای روی عالم را گفته 1 دانه پیاز نیافتم. خیریت که آمدید. از هر قدمی شما 1 جوال پیاز. هوش کردم؟ باز این چی نغمه؟ من نمیفهمم که. این نغمه نه برادر، این اصول. اما اصول در دست نقارچی این صحبت به گمانم قاری عثمان یا که قاری شریف یا که هر دو.
bakab yoki qishtilaqishdan نمورد حیدرقل حقیقتا از امتحان گذشته میتوانستید، لیکن حاضر حاجت ندارد. این کس اکا مخصوم آدمی خودی و ما از این کس هیچ کاری رستی نداریم، بلکه همیشه از این کس مصلحت میپرسیم. شما هم اصلا خوف نبرید. اکا مخصوم، این کس اکا حیدرقلی محیپز قراکلی که ما رو از دست ملا بچه های قش مدرسه خلاص کرده بودم. ای قایل من، شما من نشناختید مگر؟ کمینه مدیونی شما هستم، لیکن در حقیقت شما قابلیتی عجایب داشتید. اول اینکه ظاهرا خود را چنان تغییر دادید که من بر این دقتکار شناخته نتوانستم. ثانیاً این دیوانه بازیتان بیاینی خوش. این کارها برای چی؟ حیدرقل سرگذشت خود را به طور مختصر بیان کرده در آخر گفت: انا این برادرانی عزیزم همین مشوره را دادن که یک چند وقت تا پسنده شدن جنجال به حولی خوج اوبانی ها بسر برم. من این مسئولیت را قبول کردم. اولش این که من باید یگان جای امن و امان برای خود یافته یک چند وقت آرام خواب کنم. دوم این که بعد از برآمدنم روی راست در بین مردم کاری به دلم معقول شده را کرده گشتن گیرم. در این زمانه ما از دیوانه شده گشتن بهتر کاری نیست. امشب دوستان من به اینجا برای خیر و خوش کردن آمدم. قرار دادم که یک چند وقت به شهر قزان بررسی روم. شهر قزان از یک جهت شهری مسلمان ها، از جهت دیگرش شهری عروس است. میگویند که در شرق یک وقتها شهر بخارا گهواره علم و مدنیت شده باشد، حالا قزان در غرب در رسیه به همه مسلمان ها علم و مدنیت پهن می کند. انا بنابراین به قزان می روم. در آنجا بیلاوسوف گفتن یک جوره دارم. وی 2 سال پیش از این در دیپوی کاغان کار میکرد. حاضر وی به دیپوی شهر قزان کوچید. می روم، تبعی عروس می شوم. هرچی باد آباد. به شما هم اکا حیدرقل مصلحت می دیم که دامن خلق عروس را سخت قپید و به عروس ها یار شوید که خلاصکارتان همانها می شوند. عروس ها خصوصا آدمان بیچاره و کارگری عروس به خلق بخارا و مسلمان ها هیچگاه با نظری بد و کلانگیرانه نگاه نمی کنند. اگر از آنها دوست داشته باشی، باور کن که دوستی حقیقی و دوستی جانی داری و هیچگاه به تو خیانت نمی کند و تا از دستش می آید یارمندی می کند. من هم شما گفتگی برین تبعی عروس ها شدی، لیکن خط و سواد ندارم، زبان عروسی را نمیدانم. اگر خواهید من شما را با عروس های کاغان با کارگرها شناس میکنم. کاشکی میلش شما هر وقتی که آزاد میگشتگی شدید راست به کاغان روید و دیپا را کافته یابید. دیپا را که یافتید عمر جان را پرسید. وی در آنجا چی کار میکند؟ وی استای آهنگری زور است. انا همان عمر به هر درد شما دواشته میتواند. من پگاه او را دیده در حق شما گپ زده میمانم. البته روید. خیر برادران عزیز، اکنون به من جواب.
اگر زندگی باشد باز به هم دیگر میرسیم. خیر کاش نیت انتقام گیری دامنگیرم نمیشد، نباشد پی شما را می داشتم و از شما جدا نمیشدم اکا مخصوم. جوره ها اکا مخصوم را قریب تا برسته بازار نو گسیل کردند. موافقی مصلحت باشندگان مدرسه حیدرقل را به حولی خوجه اوبانی ها برده از جناب خوجه التماس کردند که در بدل 1-2 ماه خوانده او را صحت کنند. در همین مدت اگر صحت شود خوب، نباشد به تقدیر تن داده او را از آنجا گشته میگیرند. از بس که مزدش خوب بود جناب خواجه راضی شدند. در مدت 10 روزی که فیروزه در خانه آیمولای تنبور زندگی میکرد، غم و غصه و علمهای خود را خیلی فراموش کرده اندکی رنگش در آمده و لبش به خنده میرفتگی شده مانده بود. مهر و التفات مادرانه آیمولا، محبت شمسیه دختری میرشب روح او را بالا کرده بودند. خصوصا در بین هر 2-3 روز آمده ایستادن عصا و لطف و مرحمت وی دختری بیکس را خیلی تسلی می بخشید. شمسیه که دختری قدرس به معنی و رحمدل بود، از اول به فیروزه مهر مانده همیشه او را نوازش می کرد و به سبق تیار کنی او بسیارتر یاری می رسانید. روزی در نبودن آیمولا یک چند بای دختران با گپ‌های نیشدار فیروزه را به گریه رسانیدند. اگر شمسیه نمی بود او را حتی داشته می زدند. پس از بنان خورک رفتن دخترها شمسیه با فیروزه ماندند. شمسیه دلبرداری کرده به فیروزه گفت: از سرزنش و غوغای دخترهای بیمعنی خفه نشو خواهرکم. اندک کلانتر که شوی کتاب خوان و شعر فهم شوی، بعد به دستت کتاب سعدی شیرازی می رسد. نام کتاب گلستان. انا در همان کتاب شیخ سعدی می گوید: تا دلی خیش نیازارد و در هم نشود، سنگی بدگوهر اگر کاسه زرین شکند، قیمتی سنگ نیفزاید و زر کم نشود. فهمیدی؟ این بدگوهرها با نیشی زبانشان تو را پاره پاره کنند هم باز تو از آنها زیادتری خواهرکم. اصلا خفه نشو، غم مخور. اگر زودتر سوادت را می برآوردی کتاب خوان می شدی، آن وقت کتاب به تو خودش پند و نصیحت می داد. می خواهی من به تو از خواجه حافظ یک غزل بسیار نغزی دیدگی خودم را خوانده دهم؟ خوانید. این دلی غم دیده حالش به شود، دل بد مکن، وین سری شوریده باز آید، به سامان غم مخور. دور گردون گر 2 روزی بر مراد ما نگشت، دایما یکسان نماند، کار دوران غم مخور. هر کی سرگردان به عالم گشت و غمخوار نیافت، آخر الامر او به غمخوار رسد، هان غم مخور. شما برین. من غمخواری کرده چیکار کردم؟ آی مولام حقیقتا به تو غمخوار و مهربانند.
راستش رو گویم، تو در بعضی مورد از من خوشبخت‌تر هستی. اینطور نگویید بیکه جان. شما کی و من کی؟ نه، تو نمیدانی خواهرکم، من اونقدر خوشبخت نیستم که می نمایم. در حقیقت من دختری میرشوی بخارا، دختری ایرکه پدر و مادرم، از مال و دولت دنیا کمبودی ندارم. لیکن اگر درست‌تر فکر کنی، من اسیره، من ناتوان، من زاچه فرنگی. مرا با کدام یک پسری املاکدار فاتحه کردگی و در همین قریبی باید به شوهر روم. نمیدانم که داماد شونده چی کسی است، خط و سواد دارد یا نه، اما من بدیگر. افسرده مباش اگر نسنگی، رهوارتر آی اگر نلنگی. چی گفتی؟ تو هم شاعره مگر؟ این شعر آل جناب را از کجا آموختی؟ از بیبی جانم شنیده بودم. بسیار غم نخورید بیکه جان. آخر پدر شما آدمی کلان، هرچی کرده میتواند، از هیچ کس نمیترسند. من نمیدانستم که شما دختری میرشبی بخارا هستی. تو اکنون شمسیه دختری میرشبی بخارا گفته به من دیگر خیل نشو. من میخواهم که تو به من چون دختری میرشب نگاه نکنی. نه، مرا خواهر و دست خودت دان فیروزه جان. الهی سلامت باشید بیکه جان. در آن عهد وزارت بخارا در دست آستان قل قشبیگی بوده، تقریبا تمام امور داخلی و خارجی مملکت را وی حل میکرد. امیر عبدالاحد که در کرمینه می نشست با عیش و عشرت خود آواره بوده، نمیدانست که در مملکت و در بیرون آن چه احوال روی داده ایستاده است. او به مسند وزارت آستان قلبک را مانده بود که وی مردی با تدبیر و با عقل و هوش بود. اما در شهر گروه دیگری بود که آستان قل را نمی خواست. او را شیعه ایرانی گفته اغوا پهن می کرد و به اندک مندک ترقی پروری او مخالفت می نمود. در حقیقت هم آستان قل دانا و سیاستمدار از کردار احمقانه ملاهای متعصب و نادان بیزار بود، آنها را بد میدید. قاضی کلان، رئیس کلان، اعلم و دیگران آستان قل را چشم دیدن نداشتند. ناعلاج مجبور بودند که هر وقت به سلام وی روند و تعظیم او را بجا آورند. عبدالرحمن بیک میرشب هم به نعل میزد و هم به موزه. اکثر وقت به نزد قشبیگی رفته تملق و چاپلوسی می نمود. از ملاها، از قاضی کلان و رئیس شکایت ها کرده کردار آنها را خبر می داد. ساعت های هم می شد که به نزد قاضی کلان رفته یا به حولی رئیس کلان در آمده از قشبیگی شکوه می کرد. آستان قل قشبیگی گمان می کرد که در شهر بخارا یکی از آدمان با اعتماد و یکی از محرم‌های دلپر میشدگی او همین میرشب است. بنابراین گاه در مورد پیش بردن سیاست خود به همین مرد هیلگر تکیه می نمود. قشبیگی میرشب را به طور تعجیلی جیغ زد.
وی به مهمانخانه درآمد. السلام علیکم تقصیر. و علیکم السلام. کم نماشوده ماندید؟ تا خودم جیغ نزنم نمی آید؟ در راه امنیت و آسایش فقرای جناب عالی جان سپاری کرده سپاریشات جناب وزارت پناه را با دل و جان بر جا آورده گشته ایم. از جهت آن که جنابشان را به تشویش نمانانم بسیارتر آمدن را به خود جایز ندانستم. معذور می‌دارند. ما و شما غلامان جانسپار جناب عالی هستیم. در اجرای امور دولتی این سخنها ناجایزند. تقصیر. شما را لازم بود که از احوال شهر و فقرا زود آمده ما را خبردار کنید و تدبیر و اندیشه های خود را عرض کنید. تقصیر. گفته بودم که از ملا بچه های بخارا بیخبر نمانید. همیشه از رفتار و کردار آنها مرا آگاه کرده استید. اما شما چیکار کردید؟ تا که از دستم می آید خبردار شده ایستادم. مثلا بابای نامش چی بود؟ اکا مخدوم چیکار کردید؟ جنابی وزارت پناه، اکا مخدوم لعنتی مرا فریب داد. پس از اون همه ایزا و حقارت هایی که وی به من داد قصد کرده بودم که بهانه یافته او را به حبس گیرم. قصد کردنتان همین شد که وی گریخته به روسیه رفت. آخر چیکار کنم؟ بخارا 11 دروازه دارد که از پگاه تا بیگاه شده است. تا به گریختنش گرفته حبس کردن لازم بود. در شهر حالا پیروان وی کم نیستن. او روز آخ پاشا به ما خیرخواه گفته خاطر جمع نشوید. تقصیر. او روز همش یک خیل نی. در بین آنها هم نغزش به ما فایده ناکش است و بعدش به ما ضرر ناکش هم هست. البته تقصیر. این اکا مخدوم بر اینها به دایره همان اوباش های عروس بازی میکنند. در بین مسلمان ها بی‌ضابطگی ناراضگی پیدا میکنند. اندک هوشیار شدن لازم. بسیار خوب جنابی وزارت پناه، بسیار خوب جانم کردی. واقعا نظر بشنید ما راهزن بغن جانبای کارت کشیدگی هنوز یافت نشده است. تقصیر. سبب؟ تقصیر. دیروز به نام من یک عریضه نوشته. این چونین از گم شده ماندن کنیز خانزاده شکایت کرده است. و چی میخواهید؟ مگر بجای شما خودی من فرامده آدم کاوی کنم؟ عریضه های شکایت را که از بالای شما میرسند حتی نمیخوانیم. باز به شما چی لازم؟ تقصیر. اکنون به شما جواب. لیکن همین 2 وظیفه دولتی را فراموش نکنید. تقصیر. اولش به جناب عالی یگان دوشیزه صاحب جمال، بهترش یگان امرد نغز یافتن لازم که در سری ماه با تارتوقهای دیگر منظور کنیم. خوب شده است تقصیر، خوب شده است. ثانی کار غنی جان بای را هم سهل نشمارید. گپ همین، اگر پس از 1 هفته جنجال غنی جان بای تمام نشود و ما خوب نمی شود. خوب شده است تقصیر. قشبیگی با دستش به میرشب اشاره کرد که رود. این طور جواب شدن تهدیدآمیز بود که این را میرشب نغز میدانست. شمسیه از مکتب بی وقتر برآمده یکی و تنها به سوی حولیشان روان شد. وقتی که وی به حولیشان رسید در دم دروازه به سلیمه واخورد. سلیمه بای دختری شتاه و بدسخنی بود که هر زمان با فیروزه جنگ میکرد. این پگاهی هم با بهانه با فیروزه جنگ کرده بود. شمسیه دانست که سلیمه بیدرک به خانه آنها نآمده است. ها سلیمه، تو برای چی به حوله ما آمده بودی که
اینقدر زود رفته ایستاده ای؟ همین طور با آقای پاشم یک گپ داشتم. چی گپ بوده است؟ من هم شنوم کنی؟ هیچ گپ نه خودمون به من راه دهید. ها؟ خاله جان راستش رو گفت اسمی خبر خاله جان با مادرم چی خبر کردی؟ سرتید خودتان راستش رو گوی میگویم. البته درباره فیروزه خبر کشیده گیستی ها؟ گوی چه ها گفتی؟ لعنتی شیطان گوی میگویم. هرچی که خواستم گفتم. گوی نباشه. تو بزرگانی من صاحب هستی. راه ده. اگر درباره فیروزه گفته باشی من تو را حاضر خودش میکشم. شمسیه که دلی نرم فعلی نکو داشت و همیشه آسوده و خندان رو بود. با مقابل این بیرویی این رزالت طاقت کرده نتوانست و به سلیمه هجوم کرد. سلیمه همسوس ناآمده به شمسیه چسبید. در عین موکنی و روکنی دخترها خود میرشب از کوچه در آمده آمد. خودش چی گفت؟ اگر حقیقتا جنگ کردنی باشید در جای کشادتر جنگید. از دست شمسیه بانو در مکتب خوندن و در کوچه خانه گشتم مشکل شدم. دختر ما شمسیه جان؟ ها دخترش حالا همین زیدین شده گویید؟ در خانه ما صدن سوال دیم به زور یک جواب میگیریم یا نه؟ همیشه در دستش خوجا حافظ یا اینکه بیدل؟ این کس بغیر از بیدل و خوجا حافظ در مکتب باز یک دستکی دیگر یافتگی. انا برای همون دستکشون به ما روز نشون نمیتیم. خوش چی هنگامه؟ دگانه ها نمیدانم به بالای چی جنگ کرده ماندند. من میدانم همه جنجال به بالای همون فیروزه صغیره به یک کس بوده گیستیه. چی؟ برای فیروزه گفتیمی؟ به خانه درای من گفته میدیم. میرشب بازنش به خانه در آمد. شمسیه از آشکار شدن جای زیست فیروزه خواطر کشیده گریه کنان به بالا خانه برآمد. سلیمه باشد گریخته رفت. پس از گفته دادن گپ‌های سلیمه میرشب به زنش گفت خیز شمسیه را گرفته بیار. خوب شده است. بعد فرصتی شمسیه با مادرش در آمده آمد. پیشتر بیا. از پیش که من بیا دخترم، از پیش که من. کزانم عزیزکم. خوش گپ زن کنیم. فیروزه همون نبیره دلارم کنیز نیه مگره دخترم؟ احتمال برای بیکس بودنش آیم الله به خانه خودش گرفتگیسته. او از خانه آیم الله دیده بابای اینجا نزنیه مگر دخترم؟ اگر بابای مهرمانده باشی چرا صغیره بیکس را به خانه خودت نمیگیری؟ خانه آیملام هم تنگ نی. به هر حال آیم اللهیو ما دولت خانه ما دیگر است دخترم. در خاندان ما فیروزه بر این 10 نانخور باشد هم رزق روزی می یابد. احتمال ملاحظه کردگیست. میلش نقص کردی که با فیروزه الفت و دوست شدی دخترم. نظر به شنیدی من وای دختری با عقل و هوش است. او کاری میکنیم که تو همیشه با دوگانه دوستارت باشی دخترم. شما چی کار کردنی؟ نترس من با دوگانه تو کاردار نمیشم. بگو چون میروید؟ این میگاه ایشان قاضی کنان کانسول عروس را خبر کرده ضیافت دادنی بودند. به همانجا رفتنم. میرشب زود از خانه برآمده به میرشب خانه رفت.
دو کس را به حولی آیمولای تنبور فرستاد که رفته از آنجا فیروزه را بیارند. کلی قربان و باز یک کس به زاری و تولای آیمولای تنبور و شوهر او نگاه نکرده فیروزه را به حولی میرشب بردند. همان شب بعد قین و عذابهای برزیاد احمد جان مشکاب نیم جان را از ترس آنکه در میرشبخانه مرده نماند از حبس آزاد کردند. میرشب از موفقیت‌های خود ممنون گشته به خانه برگشت. فیروزه را آوردند. شمسیه خواست که او را به خانه خود برد، ولی وی التفات نکرده تکلیف فیروزه را رد کرد. بعد شمسیه به فیروزه چیزی گفت و وی در حال رازش ده به آنجا رفت. من از این رفتار آنها خواطر شده 2-3 کیوانی را معکل کرده ماندم که مبادا شمسیه یاری داده دخترک را نگریزاند. آفرین آفرین به تو زنک، آفرین. اگر من یگان کار شده از مرشبی روم خودت بیمالال کاری مرا پیش بردم میگیری. مانده خیر گوی کنی دخترک به تو معقول شد یا نیه؟ دخترک حقیقتا هم پری برین بوده است، لیکن هرچی باشد هم هنوز کودک. خیر کودک باشد چی؟ شما البته این را به امیر یا که به یگان کسی دیگر ترتق میکردگستید. به ترتقی موافق نی، جبر میشود. آخر خودی تو هم در وقتی به من رسیدنت جوان بودی کو. انا حالا صاحبی چند فرزند شدی؟ به دخترک رحمم آمد دادیش. لااقل 1-2 سال در همین جا باشد حسن و جمالش باز برکمال تر می شود دادیش. مصلحتت درست کمپر درست. دختر در حقیقت هنوز جوان است. دختری ترتق می شدگی باید با عقل و با تدبیر باشد. البته. و با حسن خود امیر را از عروس بازی برگرداند. اما این دختر بچه چی را می داند؟ لیکن از یک طرف به امیر همین خیل دخترهای نارسیده معقول می شود. افسوس که وی آنها را چون موجه ناشکفته یک بو می کند و می پرتاید. راست. مصلحتت درست زنک. دختر در حقیقت هنوز جوان است. بهتر که در خانه ما باشد. تو و دخترت با وی رسم و آداب آموزید. البته. خوب تعلیم داده آدم کنید. انا بعد میبینیم. تعلیم دادن وی به گردن من. روزی عصا با سپارش غنی جان بای برای احوال پرسی به خانه احمد جان مشکاب رفت. اما موسفید بیچاره همان روز در دست عصا جان داد. عصا خواست که این خبری غمانگیز را به غنی جان بای رسانده از وی خواهش کند که 1-2 روز برای عزاداری و گور و چوب مرحوم به وی رخصت دهد. با همین خیال در کوچه رفته ایستاده به 2 دختری فرنجیدار واخورد. یکی از آنها آواز برآورده اکرزا. لبی فیروزه جان، این شما می؟ سلام. احوالتان چطور؟ من خدا به شکر نقص. شمسیه جان پاشام به من پشت و پناه شدند، مرا به خدمت خودشان نگاه داشتند.
هر روز همراه مکتب رفته همراه به خانه برمیگردیم. حالا از هر جهت خاطر جمعی شما خاطر نشوید از آقا. خیریت که شمسیه پاشا بودند. من چی گویم؟ من هم آسوده نگشتم، تردد کردم. با یمک سخت وعده دادند که در همین قریبی شما را آزاد کرده میگیرند و باز ما با هم میشویم. چه خیلی آزاد کرده میگیرند؟ نمیدانم، احتمال به خانه خودشان میگیرند و خودشان سراوانی میکنند. در حوله ما ناآزاد بوده است مگر؟ با گمانم فیروزه در خاندان بای بودنش بهتر. بای به همه ما پدری میکنند. به من همین طور گفتند، وعده دادند. شما گفته های توت جانم را از یاد برآوردید مگر؟ واقعه سوسن و بیبی رابیه را از یاد فراموش کردید؟ در حوله ما فیروزه تنها نی، من هستم، مادرم هستند. بعد آی ملام هر روز از ما خبردار شده مصلحت داده می استند. در حوله بای در بین 3 پلنج روز روشنایی نمی بیند. از مکتب و از خواندن محروم می شود. احمق احمد جانم هم هر وقت به توتی جانم از بای شما شکایت می کردند. اما که احمد جان هم از دنیا چشم پوشید. چی؟ اما که احمد جانم مردند؟ خدا رحمت کند الهی. وی شهید شد، شهیدی ره حق. اکنون ما باید خودمان به فکر خودمان شویم. اگر تو راضی باشی من به بای گفته از وی یاری و قرض میپرسم، زندگی امان را درست کنیم. میلش کو، لیکن در این خصوص باز فکر کرده دیدن لازم. به خیال من شما هم صبر کرده استید. باز پگاه یا فردا در همینجا وا میخوریم. بیا فیروزه جان، به مکتب بی وقت شد. دخترها رفتند. عصا هم برای خود روان شد. وی به شمسیه آنقدر باوری نمی کرد. راه روان از دل می گذراند. اگر به بای باور کردن نشاید، در آن حال از میرشب هم ترسیدن لازم. چون که میرشب هم فریبگر، ظالم، زوراور است. ملازم دارد، زندان دارد، زنجیر و بند دارد. نه، به میرشب باور کردن ممکن نیست. و نیتهای بد داشتنش ممکن نباشد. برای چه اینقدر فیروزه را جستجو کرد؟ به مقصد این کارا نمی کند. وی از بای بدتر، ظالمتر است. اگر لازم باشد خودی بای را گرفته حبس کرده می تواند. هر وقت که خواهد فیروزه را برآورده به آدمی خواستش پیشکش می کند. چیکار کنم؟ زمستان قهرتون و قتال بخارا سر شده بود. ایاس پیر مرکز سلطنت خود را به این شهر قدیمه مشهور که در همه جای روی عالم آوازه نیک و بدش پنج شده بود آورده قرار داد. هوا ابرناک بوده، برف میبارید. این برف اولین بود
بنابراین در بسیاری خاندانها به همدیگر برفی میدادند. آن روز در مکتب آیمولای تنبور 3 دختر 4 کتاب را به آخر رسانیده خواجه حافظ گرفتند. اما فیروزه کیها به خواجه حافظ خانه گذشته بود. آیمولا او را به نزد خود جیغ زد و سبقش را خواننده دید. داشت دیدم که ملایک در میخانه زدند، گلی آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. فیروزه جان، معنای بیت خوانده‌ات را میفهمی یا نه؟ هم میفهمم و هم نمیفهمم. شیرین سخن شده مانده فیروزه جان من. حقیقتا هم هر یک سخن خواجه حافظ به دل خواننده رفته میرسد. کس معنای آن سخنها را دانستگی بری می شود، لیکن اگر درستتر فکر کنی نه همه وقت به معنای گفته های وی پی می بری. انا مثلا در این یک بیت خواجه حافظ می گوید که حتی ملائک های آسمان هم به میخانه می روند، از گل آدم پیاله ساخته می می نوشند، چه جای آن که منی مسکین. این را گفته شیخ و مفتی ها را خطاب می کند که مرا از شراب نوشی منع نکنید. دخترم، بعد از این کوشش کن که معنای گفته های خواجه حافظ را فهمی، آنگاه ملا می شوی. چیزی را که ندانی از من پرس. خوب شد است های ملا جان. آیمولا شمسیه را جیغ زدن میخواست، ولی دید که وی کتاب نمیخواند و سرش خم به اندیشه فرو رفته است. آیمولا چند روز این طرف در شمسیه این حالت نو را درک کرده حیران میشد. شمسیه جان، بیا با آن خانه رویم، من به تو یک گپ دارم. هر دو به خانه بالای سفره رفتند. گپ زن کنی؟ خودش چی گپ؟ چند روز این طرف از خیال اندیشه سر نمی برداری؟ هیچ گپ نه، من خیال نکردیم کو. نه، من میدانم دخترم. اگر هیچ گپ نباشد تو از کتابخانه سر نمی برداشتی. اما این روزها از فکر و اندیشه جدا نمی شوی. گپ زن، هیچ نباشد به من دلت خالی کن. در حوله ما تردد توی رفته استاده است. حرکتشون زور، گویا داده میخواهند بهار نشدن پیشتر مرا از حوله بیرون کرده بدستی. خیر، آدمی توی مشتگی خفه می شود. البته امروز نیپگاه از خانه پدرت می روی. پدرت تو را به دستی شوهرت صاحبت برآورده می سپارد. این وظیفه وی، این را خدا فرموده که دخترم. این طور نگوید آیمولا جان، این طور توی و نکاح ها را خدا نفرموده است. این کار جبر و ظلم، این ناانصافی است. برای چی؟ من نمیخواهم که با کسی آنها یافتگی رسم. دل من هم از سنگ میکن. مادر شده یگام بار هم از تحت دل من خبر نمیگیرند، نمیدانند. جان آیمولا جان، مرا عیب کنید هم، فقط به شما میگویم که دل من به جای دیگر بند شدگی. اگر ممکن باشد به من گویی کنی به کی دل دادی؟ به این سؤال
شمسیه زود جواب داده نتوانست. یک باره بر رخسارش سرخی دوید و خجالت کشید. اشرف جان پسر صندوق ساز. آیمولا در حال به خاطرش آورد که سال گذشته باری اشرف جان آمده بود و سزاوار تعریف و تحسین شوهرش گشته بود و نه همان روز شمسیه هم 2-3 بار سوال داده کی بودن اشرف جان را پرسیده بود. معلوم می شود که این عشق از همان روزها سر شدگی. چند ماه شد که راز می گفتیم. به من کتاب های نغز یافته می دادند. باعث خرسندی و تسلای دلم بودند. لیکن 1 هفته شد که نظر بشنیدم آدم های میرشب او را به دزدی تهمت زده گرفته به زندان پرتافتند. چی؟ دادید از مناسبت شما خبردار شده بودند؟ نه مناسبت ما را فقط فیروزه می دانست و بعد انا شما فهمیدید دیگر هیچ کس ندیده بود. تو همین طور گمان میکنید؟ باید مناسبت شما را دانسته ایستاده این کار را کرده باشند. خیر، من این کار را میفهمم. جان آیمولا جان این را فهمید و بعد گوید که به من 1 سال مهلت دهند، سراسیمه نشوند. برای چی 1 سال؟ خودم هم نمیدانم. گمان میکنم که تا به آن دم یگان علاجی کارم را میافتگیم آخر. بعد حاضر اشرف جان در حبس لااقل آن کس را خلاص میکردیم. میلش خودی پگاه به حولی شما میروم، با بیبی جانت گپ میزنم، به تو مهلت گرفته میدم. لیکن شرط همین که تو غم غصه را پرتایی، فکر و اندیشه را غون داشته مانی. جانم کتی آیمولا جان. شما قسم دومی رادیو انسینیروفکا را از روی رمان نویسنده جلال اکرامی دختر آتش شنیدید. رول‌های اساسی را هنرمندان زیرین اجرا کردند: حیدر قول، هنرمند مردمی جمهوری حبیب الله عبدالرزاقوف; فیروزه، هنرمند مردمی جمهوری خیری نظرова; آیمولای تنبور، هنرمند مردمی جمهوری صافیه تویبایوه; احمد جان، هنرمند شایسته جمهوری نعیم غیاسوف; اکا مخصوم، هنرمند مردمی جمهوری حاجی خول رحمت اللهیف; قشبیگی، هنرمند مردمی اتحاد شوروی محمد جان قاسیموف; میرشب، هنرمند مردمی اتحاد شوروی اصلی برهانوف; زنی میرشب، هنرمند مردمی جمهوری گلچهره بقایوه; برنده، هنرمند مردمی جمهوری محمود واحدوف; مؤلف انسینیروفکا و تهیه‌گر هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبولینه; منظم آواز معرفت خالقوه. این گفتار سال 1963 به لنت آواز ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.